سلام و عرض ادب خدمت مربیان و مدیران عزیز. امروز 1404 اولین روز سال اومدیم لافت جناب آقای اسماعیل نعمانی، مربی حرفه‌ای سیمینشهر استان گلستان که لافت قشنگی هم داره ماشاءالله. اومدیم امروز دستگاه جدیدمون رو تست بکنیم، ببینیم که درصد خطا چطوریه و چند تا رو ثبت میکنه. همونطور که میبینید این سینی 75 سانت اینجا کار گذاشتیم، به این شکل تراپ هم که بالا گذاشتیم و این هم مونیتور هستش. تعداد قبلا ثبت شده 255 عدد و میخوایم کبوترها رو رها بکنیم ببینیم چند تا ثبت میشه. تعداد کبوترها تقریبا چند عدد؟ 35 ورود 35 تا 30. بین 30 الی 35 عدد. آره. بریم ببینیم چطور ثبت میشه. رو 255. تعداد رهاسازی 35 عدد، 35 توپ. میریم برای رهاسازی. کبوترها رو رها میکنیم. سی و پنج توپ. میریم برای نشست کبوترها روی دستگاه. 255 قبلا ثبت شده، ببینیم چقدر اضافه میشه.